از اینجا یه کوچولو ما درسمون به 2 تیکه تقسیم میشه. از اینجا میریم وارد فاز دوم میشیم. یعنی اگه بگیم این B1 اینجا B2 میگه اون کار بعضی وقتا تو همین حال حاضر اتفاق نمیفته که طرف داره صحبت میکنه. It's not happening at the time of speaking. For example, بریم مثالش چیه؟ For example, Steve is talking to a friend on the phone. He says, میگه که استیو داره با دوستش صحبت میکنه با تلفن و میگه که I'm reading a really good book at the moment. I'm reading a really good book at the moment. It's about a man who مثلا داره راجع به کتابی صحبت میکنه. اینجا که گفت من دارم اخیراً یک کتابی میخونم، این کتاب راجع به فلانه. خب ببین دقت کن. من حالا این چیزش رو رنگی کنم یه لحظه. رنگی که نشد چی؟ رنگی نمیشه الان. ببین کتاب که تو دستش نیست، این دستش داره فقط تلفن. اینم که گوشی تلفنه، اینم که تلفنه. الان که کتاب که نمیخونه، درسته؟ یعنی ما اینجا هیچ گونه صفحات کتاب یا خود کتابی رو که نمیبینیم، درسته؟ پس منظورش اخیرنه، یعنی یه دوره‌ایه که شروع کرده داره یه کتابی رو میخونه، ولی الان که داره تلفن صحبت میکنم نیست لزوما. متوجه شدین؟ بعد میگه که Steve says I'm reading but he is not reading the book at the time of speaking. آره دقیقا همین نکته‌ای که من بهتون گفتم. اینجا میگه که میگه دارم میخونم، ولی الانی که داره صحبت میکنه با تلفن منظورش نیست لزوما. He means that he has started reading the book but has not finished it yet. منظورش اینه که اخیراً یک کتابی رو شروع کرده داره میخونه و هنوز هم تمومش نکرده. همون کاربرد گرامری که اشاره کرده بود اینجا دقیقاً اینجا بود. بعد اینا حتما بدون تعارف حتما یادداشت کنید. خب he means that he has started reading a book but not finished yet. He is in the middle of reading. وسط خوندنه. داره تاکید میکنه که من وسط کتابم، وسط پروسه خوندنم. خب بریم بقیه مثالش رو. یه خسته نباشید. Some more examples. Kate wants to work in Italy. میگه که کیت میخواد که توی ایتالیا کار بکنه. So she's learning Italian. میگه که کیت میخواد که توی ایتالیا کار کنه، پس الان داره ایتالیایی یاد میگیره. آره دیگه، الان یه اشاره به یه دوره‌ای داره، لزوما مثلا 1-2 ماهه مثلا تازه شروع کرده و اینا، نه همین الانی که داریم راجبش صحبت میکنیم. ممکنه همین الان خواب باشه مثلا، میدونی؟ خب but perhaps she isn't learning Italian at the time of speaking. میگه که آره ولی نه لزوما که مثلا همین الان داره. یه لحظه. خب Kate wants to. اینو گفتیم. آخرین مثالمون. Some friends of mine are building their own house. میگه که بعضی دوستامون دارن خونه‌شون رو میسازن و اینا. They hope to finish it next summer. میگه که اونا امیدوارن که تابستون بعدی تموم بشه. خب این لزوما وقتی که داره میگه are building
لزوما همین الان نیست. ممکن همین الان طرف داره صبحونه میخوره یا داره دوش میگیره، کلن یه بازه زمانی دارن مثلا خونش رو میسازن و اینا. خب امیدوارم که لذت برده باشید. سری بعدی قسمت 30 رو کار میکنیم. هر چقدر پیش میریم درس‌ها یه کمی بیشتر به هم دیگه احتیاج دارن. شما اینجا احتیاج داری که اینا رو خوب فهمیده باشی. پس اگر رشتت زبان بوده، اگر نمیدونم 4 تا دیگه زبان بلدی مثل خود من رشتت زبان بوده، یا حالا هر چیز دیگه ای، یا میگی فرصت ندارم یادداشت کنم و اینا، این بار فقط دوباره داری زمانت رو هدر میدی اگر یادداشت برداری نکنی. با یادداشت برداریه که ذهن همزمان چون که داره میشنوه یادداشت برداری میکنه و جملات تأکیدی میشنوه، اونجوریه که متوجه میشه که آها این بار واقعا نمیخوام یادم بره، میخواد این شخص که تو باشی، متوجه میشه که میخوای به حافظه دراز مدت بسپاری، بیشتر کمکت میکنه. هر چقدر از چند جهت این مثال ها و استراکچر ها رو ساپورت بکنی، حمایت بکنی، ذهن متوجه جدیتت بیشتر میشه. خب لایک بکنید، سابسکرایب که حتما داشته باشید. شما بعد از یه مدت ممکنه اصلا دوره رایگانمون که تمام شه، به احتمال زیاد فقط اینجا هستم. اون دوره رایگانی که الان گذاشتیم 6 جلسه‌ایه و برای اینکه اون ادامه پیدا بکنه دیگه پرایس میگیره، یعنی ولیو بهش میدیم. فرصت نمیکنم همیشه توی تلگرام تدریس کنم. فعلا یه گروه برای آشنایی که شما با روش تدریس من آشنا بشید. یعنی این فرصت رو در اختیارتون گذاشتم که با روش تدریس من آشنا بشید. بعد اگر بخواید ادامه بدید یک مبلغ ناچیزی برای اون ادامه دادن اون دوره در نظر گرفته میشه. و اون به سبک این که داستان تو گروه های تلگرام یا اصلا کسایی که از اینجا میان، از توی خود یوتیوب به ما ملحق میشن، میتونید توی گروه تلگرامی ما هم قدم رنجه کنید. خیلی ناچیز یک مبلغی داره، خیلی به شدت، یعنی کمترین مبلغ. 1 شنبه ها و 4 شنبه ها در حال حاضر برش در نظر گرفتیم. فیکسه، هیچ چیزی نداریم که تغییرش بدیم. داستان میخونیم راجع به همین گرامرهایی که مثلا تدریس میکنیم و اینا، میریم اونجا داستانهایی رو کار میکنیم که ببینیم توی داستان، توی اخبار این گرامرها چطوری به کار میره تو زندگی واقعی، تو شرایط واقعی. و تکنیک‌های رشد فردی رو توی داستان‌ها خواهیم داشت، یعنی داستان‌هایی که مناسب افراد ادالت هست، افراد بالغ هست، نه داستان‌های مثلا پلنگ و شیر و ببر و نمیدونم این چیز آلیس در سرزمین عجایب. نه، میایم تکنیک‌های آرامش، تکنیک‌های روز رو کار میکنیم، تکنیک‌های مدیتیشن تو داستان‌ها، تکنیک مراقبه، تکنیک مدیتیشن، تکنیک چطور میتونیم روتین مناسب تری برای خودمون داشته باشیم، دیسیپلینمون چطوری باشه بهتره، و حسابی لذت میبریم. خب پس فکر میکنم دلیلی نداره که سابسکرایب نکنید. دوباره پس مرور میکنم، برای دوستانتونم بفرستین که زودتر ملحق بشن. اگر میدونید جذابه برای خودتون، برای دوستانتون، عزیزانتون جذابه، خانوادگی ملحق بشید، یا حالا اگر دوست داشتید انتخابتون من و روش تدریس من باشه، خیلی 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 خوشحالم میکنید که در کنارم حضور داشته باشید، در کنار هم دیگه هم رشد کنیم، هم به جاهای خیلی قشنگ برسیم. و ضمناً
خیلی 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 ممکنه و احتمالش زیاده که جلسات کتابخوانی هم داشته باشیم برای کسایی که وارد پریمیوم میشن، وارد حالت VIP میشن با من. فعلا اون رو اکتیو نکردیم، ولی کتابخوانی، کتاب‌های رشد فردی، کتاب‌های همون نسخه فارسی رو با همدیگه خواهیم داشت. کسایی که با من میمونن الان هستن، بعداً به VIP من ملحق میشن. کلاس هایی که VIP ملحق میشن احتمال 95% ما کتابخوانی هم داریم. اون هنوز روزاش مشخص نیست، میتونه همین شنبه ها، یک شنبه ها و چهارشنبه ها باشه، میتونه یه روزای دیگه ای باشه، ولی 95% خواهیم داشت. خب عزیزان، با اجازهتون این ویدیو دیگه تموم شد. یادداشتاتونم انجام دادید من مطمئنم، یا اگر ندادید دوباره یه یادداشتایی حتما داشته باشید. در حد 5 جمله فارسی، انگلیسی، هر طور، فقط میدونی که ذهنت باید یه چیزایی رو متوجه بشه، داخل خودش داشته باشه. به اضافه جملات تلقینی، جملات تأکیدی در کنار یادگیری بسیار بسیار موثره که آره من میخوام این بار نهایت دقتم رو به کار بگیرم. من زبان خیلی برام جذاب و لذت بخشه. من میخوام با این معلم، با این استاد ادامه بدم. از روش تدریسش خوشم میاد. این تکنیک ها باعث میشه که ذهنت بدونه که این روش اینجا قابل اعتماده و میخوای که خودت رو با بالاترین ظرفیت بسپاری به این دوره و خودش شروع میکنه دیگه. شبا شما استراحت میکنه، خودش شروع میکنه پاکسازی میکنه، مطالبی که قبلا از اینا یاد گرفتی رو میاره جلو که بهت کمک بکنه مربوط به این درسا، که زودتر بتونی یادآوری کنی، زودتر بتونی به یاد بیاری. ذهن خودش خیلی کارا رو میتونه بکنه، فقط کافیه که بهش پرامپت بدین، فقط کافیه که بهش بگید که دقیقاً هدفتون چیه. خب روز خوبی داشته باشید فعلا و حتما کامنت بذارید ببینم که نظراتتون چیه.